سلام، خوش اومدید به یه ولاگ دیگه بعد از یه 10-20 سال بعد. امروز قرار بود ولاگ نوامبر رو بذارم ولی دوست نداشتم که ولاگ اکتبر رو پاک کنم مثل همه یه ولاگایی که نذاشتم پاکشون کردم، برای همون میذارمش. ما قبل از ماه اکتبر با کلاسمون رفتیم آخرین اردوی کلاسمون، به خاطر اینکه کلاس دهمیم و دیگه همدیگه رو نمیبینیم و ما رو برده بودن هامبورگ که یه کوچولو هامبورگ رو بگردیم. یه چند تا موزه بهمون نشون دادن ولی خودمونم اجازه داشتیم با دوستامون بریم توی شهر رو بگردیم و کلا جایی که بودیم خیلی شباش قشنگ بود. میوزیکال هم رفتیم و شباش هم اجازه داشتیم که تا یه ساعتی بمونیم بیرون و ما هم رفتیم لب آب و اینا رو گشتیم. صبح فرداش هم رفتیم الب فیلمونی و یه کوچولو توی محوطه‌اش گشتیم ولی خیلی چیز جالبی نبود، یعنی فقط میتونستی پایین رو ببینی ولی ساختمانش خیلی گوگولی بود. روز آخرش من و دوستان با هم دیگه رفتیم لب آبش و اینکه بعدش با کل کلاس رفتیم این تونل معروفه رو گشتیم و شبش هم ما رو با کشتی یا با قایق یه کوچولو توی آب گردوندن و یه چند تا کشتی هم معرفی کردن چون یه ربطایی به درسمون داشت. حالا روز فرداشم برگشتیم شهرمون. و اینکه میرسیم به کاری که توی اکتبر کردم. من کلا توی اکتبر فاز خیلی هنرمندانه برداشته بودم و میخواستم مجسمه درست کنم، مجسمه‌های ترسناک و اینا. بعد رفتم از این خمیرا گرفتم که یه کوچولو یاد بگیرم چجوری باش میشه مجسمه درست کرد، ولی اونطوری که دوست داشتم در نیومد 100%، ولی دارم تمرینش میکنم دیگه. و اینکه ورزشم خیلی کردم، مخصوصا توی اکتبر هوا کلا خیلی خوبه، نه خیلی سرده نه خیلی گرم، واسه دویدن خیلی خیلی خوبه. و موزیکم تمرین کردم. من کلا موزیک زیاد تمرین نمی کنم ولی موزیک تمرین کردم و این واقعا 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 آفرین داره. اگه منو توی اینستا فالو داشته باشید میدونید که این لیست رو درست کردم با 31 تا فیلم ترسناک که توی 31 روز اکتبر نگاه کنم. سپویلر، نتونستم نگاه کنم ولی بیشترشو دیدم و بیشتر شبام واقعا نشستم فیلم ترسناک نگاه کردم، ولی بعد از یه چند روز دیگه دیوونه شده بودم، دیگه نمیخواستم فیلم نگاه کنم و میرسیم دوباره به فاز هنرمندانه من، ولی خدا وکیلی یه چند تاشون خیلی گوگولی شدن و میخوام واسه دسامبر و جنوری و اینام دوباره مجسمه درست کنم. یه کاری که من توی اکتبر زیاد انجام نمیدم و حوصله‌شو ندارم اینه که برم کدو تنبل بخرم و درستش کنم، ولی امسال این کاری کردم و حتی خیلی هم حال داد و سالهای بعد از این به بعد همیشه این کار رو انجام میدم. خیلی باحال بود. با دوستام نشستیم کدو تنبل درست کردیم و خانواده آدامز 2 رو دیدیم، دوش بود فکر کنم، آره، و کلا خیلی ایده باحالی بود و خیلی حرف زدیم و اینا، اصلا خیلی خوش گذشت، خیلی حال و هوای خودشو داشت.
اینجا پشت کدو تنبلم یه کوچولو رنگ کردم. دوست داشتم پشتش یه صورت باحالی در بیاد، ولی اونطوری که فکر میکردم در نیومد، ولی بازم خیلی گوگلی شدن. روز بعدشم رفتم باش عکسامو گرفتم یه جایی که پر کدو تنبل بود و کلا هالووینی چیده بودنش و خلاص خودم هم یه کوچولو آماده کرده بودم و عکسامو گرفتم. کلا تو اکتبر بیشتر کارهای تو دو لیستمو انجام دادم با دوستام. قرار بود که شمع درست کنیم و کدو تنبل بخریم و اینا که همشو انجام دادیم، ولی شمع خیلی باحال نبود چون مال ما اونقدر باحال نشد و نمیدونم، ولی باحال بود که نشستیم با هم حرف زدیم و اینا. و اینکه توی ماه اکتبر همیشه توی شهرمون شهربازی میاد و شهربازی واسه یه هفته اومد و اونم باحال بود. با دوستام رفتیم شهربازی و اینا و آتیش بازی و اینا بود و کلا حال و هوای خیلی اکتبری و باحالی داشت. اینم مجسمه اون روح است که خوش شده. من یه روز قبل از هالووین شروع کردم به آماده شدن، به خاطر اینکه روز هالووین هم مدرسه داشتم و هم چند تا کار دیگه و کلا هم میخواستم که ببینم لباسم با میکاپم چطور میشه و میخواستم یه چند تا فیلمم بگیرم. برای همون لباسم پوشیدم، پروف کردم که ببینم چه شکلی میشه و اینا. و بعدش هم میکاپ همون شروع کردم. نمیدونستم چجوری میخوام میکاپ کنم، دوست نداشتم ترسناک بشه، دوست داشتم بیشتر حالت دافیتور بشه و برای همون توری دافیتور میخواستم درستش کنم. والا زیادم داف نشد ولی گوگلی شد. چند تا فیلم باش گرفتم و روز هالووین میخواستم ترسناک بشم، برای همون کاملا میکاپم یعنی 180 درجه کلا عوض شد میکاپم، ولی بازم عکسای خیلی باحالی باش گرفتم. تموم شد و رفتم ویدیو بگیرم. روز فرداش هم مدرسه داشتم هم بعد میرفتم سر کار مینی جابه، من مینی جاب دارم. و اینکه بعدش هم دیگه راه افتادیم که بریم دوسلدورف، چون میخواستیم اونجا بریم یه کوچولو بگردیم، کلا میخواستیم بریم پیش داداشم چون خونه‌شو باحال دکور کرده بود و میخواستیم فیلم ترسناک ببینیم. بعدش هم رفتیم یه کوچولو وسط شهر رو بگردیم ببینیم خبری است یا نه و نبود. مثل همیشه اینجا کلا هالووین رو اونقدر جشن نمیگیرن مثلا آمریکا و کانادا و فلان، ولی ما هم رفتیم توی رستورانی نشستیم. و بله، تو تصویر دارید الان هنرهای منو میبینید. همه اینا رو خودم نقاشی کردم و بعد از گشتن و اینا تو شهر رفتیم خونه داداشم که بشیم فیلم ترسناک نگاه کنیم و خیلی بامزه دکور کرده بود خونه‌شو و اسنکام خیلی گوگلی و هالووینی بودن. میخواستیم بشینیم دنان دو رو نگاه کنیم و واقعا اولیش قشنگتر بود و دومیش واقعا چیز خاصی نبود. و روز بعدش هم برگشتیم خونمون
ممنونم که تا اینجا یه ولاگ با من بودید. خیلی دوستتون دارم. ولاگای دیگه تو راهه و قول میدم که بذارمشون. سابسکرایب یادتون نره، حمایت کنید. خیلی دوستتون دارم. بای بای.